سلام دوستای به نهایت عزیز و گرامی، امیدوار هستم که لباس عافیت و کامیابی بر تن داشته باشید. باز هم شما را خوش آمدید میگم به یکی از ویدیوهای کانال افقی جدید میدیا. امروز ما به یک منطقه آمده که شاید شما هرگز ندیده باشید و اسمش نشنیده باشید. دوستان عزیز، نام این منطقه که ما قرار است از این راه بریم او طرف، منطقه ورس ولسوالی شهرستان می باشه که البته خود ما هم تا کنون این منطقه را ندیدیم، اما بارها در رابطه به این منطقه شنیده بودیم، در رابطه به محصولات زراعتی شنیده بودیم، در رابطه به مالداری و ایگپایش شنیده بودیم. باز بخیر ما در این سفر خود که به این منطقه داریم، از مناظر زیبای طبیعی، از محصولات زراعتی که در اینجا میشه و همچنان از روند مالداری در اینجا برای شما برنامه خواهیم داشت. دوستان عزیز، پس ما را بیننده باشید.